قصد مهاجرت به آمریکا و یا مشکل اقامت دارید، دفتر حقوقی دکتر فروزنده و همکاران، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با سالها تجربه در امور مهاجرت برای حفظ کارت سبز از طریق سرمایه‌گذاری و تأسیس شرکت در آمریکا، E1، E2 و E5، ویزای موقت برای بررسی شرایط قبل از صدور ویزای سرمایه‌گذاری، ویزای دانشجویی شامل همسر و فرزندان، ویزای نامزدی و ازدواج K1 و K3، ویزای توریستی و کاری، ویزا برای ورزشکاران و هنرمندان، پناهندگی در آمریکا و دفاع در برابر اخراج از آمریکا، حتی در مواردی که سابقه کیفری دارید در خدمت شما میباشد. ما با روش‌های صحیح پیگیری از ابتدا تا انتها در وقت شما صرفه‌جویی خواهیم کرد. دکتر مجید فروزنده، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، دادگاه تجدید نظر. تلفن 949 336 8505.